8 مورد از ویژگی‌های کمربند چرمی با کیفیت. در کمربندهای با کیفیت در لایه داخلی کمربند هم از چرم استفاده میشه، ولی در کمربندهای اقتصادی فقط روی کمربند چرم کار میشه. در کمربندهای با کیفیت از چرم درجه 1 گابی استفاده میکنن، ولی در کمربندهای اقتصادی از چرم اشبالت صیقل داده شده و یا چرم بز و یا دورریز چرم طبیعی استفاده میکنن. کمربندهای با کیفیت به صورت خام هستن و با دست رنگ و پتینه کاری میشن، ولی کمربندهای بی کیفیت به صورت تاقه‌های متری پارچه آماده و رنگ شیمیایی هستند. کمربندهای با کیفیت همیشه ضخیم هستند، ولی در کمربندهای بی کیفیت برای اقتصادی تر شدن و ارزان تر شدن روش دوخت ابتدا چرم رو نازک میکنن. در کمربندهای با کیفیت برای ایستای کمربند در لایه داخلی چرم از چرم اشبالت استفاده میکنن و یا حاشیه کمربند رو یک لایه چرم اضافی میدوزند، ولی در کمربندهای بی کیفیت از کاغذ تکسون و یا مقوای آهار زده شده و یا پارچه‌های پلاستیکی استفاده می‌کنند. در کمربندهای با کیفیت از سیک‌های برنجی رزینی و یا سرب خشک ترک استفاده می‌کنند، ولی در کمربندهای اقتصادی از سرب خشک چینی استفاده می‌کنند. در کمربندهای با کیفیت از سلای چرم با میخ آهنی در کنار سیک استفاده میشه، ولی در کمربندهای بی کیفیت اینو نمی‌بینیم. رنگ کمربندهای با کیفیت به مرور زمان و با استفاده بیشتر قشنگتر میشه، ولی کمربندهای بی کیفیت ویترینی هستند و بعد از 6 ماه استفاده از ریخت میافتند. و در پایان کمربندهای با کیفیت جزئی از استایل هستند، ولی کمربندهای بی کیفیت فقط شلوارتون رو نگه می‌دارن. استایل مرد نه پسر.